من ملک میرسید ملیکوچ فرزند ملک سعیدویچ هستم. از سال 2006 در روسیه کار میکنم. میبیام میروم. با همراه پدرم آمدگی بودم از تاجیکستان. برگشتم به تاجیکستان. چند مرتبه رفتم آمدم. پدرم نرفته بودن. 2009 که دیگه خبر نیست پدرم. میخواهم که بینم من یالان چیکار. وقتی پدر شما از خانه برام شما چند ساله بود؟ من 19-20 بودم. پدرتون پیش از اینا میامد رسیه؟ 2002 اومده 2004 رفته بودم. 2002 اومدم رسیه 2004 به تاجیکستان رفتم. کی باز پدرتون از پدرتون خبر نیست؟ 2009 هلیکا. واخیرا مرتبه بودم در علاقه تلفنی با این. 2009 از پیرس کرای ما تلفن کردم. گفتم من خیلی پاسپورت وید نجدیس گرفتم. در اوچاب میمونم. روز شنبه میروم. روز شنبه بعد من تلفن کردم. من جواب ندادم. دیگه تلفن نشد. خبر نیست. پدر شما هم میشناسه؟ همین یک سیدویچ. در خانه بغیر از شما هستن کودکای خودسال؟ دو خواهر دارم. از من خردترشون. زندگی میکنن در پنجاکی. زندگی شما کی باز در روسیه هستی خودتون؟ من همین سال آمدم. پیش خیلی می آمدم. 2006 که منم در روسیه هستم. میبیام میرم. مهاجرت برای کار گفته. برای کارم. میبیام کار میکنم میروم. میبیام کار میکنم. تلفنی که در علاقه بود پدر شما تا امروز جواب نمیده. تماما جواب نمیده. شما در چی فکر هستین؟ فکر شما کجا شده هستید؟ فکر میکنم یکم خیلی باید ندارم. در کجا چه ممکن بود در همون لحظه‌ای که وقتی پدر از خانه برآمد با گم رفیقای نزدیکش همراه کار میکرد از اونها خبرم نیست. خبر نیست. بچه‌ای در последний год Пермский край با بچه‌ای نوع اشت کار میکردم. ما رفتم بودم خودم نوع و Пермский край رفتم دیدمشون. گفتم من خیلی وای با چی پس وید نشتیس با اومدم. گرام میروم. باید گرفتن گفتن که من میروم. تلفن کردم دیگه جواب نمیدن. گشتم من اول دوای بچه ها عشق تلفن کردم. من گفتم که پدری من همونجا هستن. اونا گفتن که نه برآمده رفتم مسکو. از خود پیروز از پیروز کرای برآمده مسکو رفتن. گفتن دیگه میگم خیلی خبر نیست. برآمده شما مراجعه کردیم به دیگر استرکتورهای دولتی؟ مراجعه کردم. من چند مرتبه همین ادیلا به درام گفتم که پدری من گمو صد روز که دادن در کل باید گفتم без особых приключений у нас не решит. Она جدی программа جدی می‌نه مراجعات هر سال که میگم 2009 که من هر سال میرم تلفن میکنم میپرسم یعنی خبر هست نیست. تمامی حرکت‌های امروزه شما همراه خواهرچه و مادرتون برای یافتن پدرم. برای یافتن پدرم. امید هست. خدا خیر نصیب. امید آیله دار شدید؟ همین سال آیله دار شدم. پدرتون در تیتر نبود؟ نه. آرزو میکردید که پدرم در تیتر؟ البته آرزوی هر یک فرزند. از گفته‌های شما صحبتی که امروز ما داشتیم از نوشتن عریضه شما اون یک سوژتی ویدیویی که برای دیگران بینن کسی از نزدیک پدر شما رو میشنه گفته‌های شما اون آرزوهای شما است که با پدر رو خودن در صحیفه روزنامه آواز تاجیکستان در خودی سامانه‌های امروزه که هست برای مهاجرت شده از سال 2007 سایتی tajmigrant.com چاپ می شود. شما طرفدار هستید که البته طرفدار هستم که تستر یا من خبری پیدا شود از پدر شما؟ البته طرفدارم. شما ممکن مراجعت کردنی هستین با دیگران با دیگر شهروندان تاجیکستان کسی که میداند خاموش نیستند مرحمت یادتون هر کسی که میبیند همین رسم ملک سعیدویچ التماس که به ما خبر داد که همینجا کار میکند در همینجا استقامت میکند به ما مراجعت کند.
кароматшои пӯш барам.